بریم با هم این دوناتای جذاب رو درست کنیم. تخم مرغ، وانیل، شکر رو خوب هم میزنیم تا پف کنه و کشدار بشه. روغن و شیر رو اضافه میکنیم و یه مقدار دیگه هم میزنیم تا کامل مخلوط شه. آرد و بیکینگ پودر رو الک میکنیم و با همزن دستی مخلوط میکنیم تا یک دست شه. حالا قالبمون رو با روغن جامد خوب چرب میکنیم و 2/3 قالب رو از مواد پر میکنیم و میذاریم توی فر تا پخته بشه. برای تزیین احتیاج به بادوم داریم. بادوم ها رو به جای چشم یا گوش عروسکامون توی دوناتا فرو میبریم و با یه قیف روشون رو شکلات ذوب شده میریزیم و در آخر یه تکون میدیم که کامل شکلاتمون یک دست پخش بشه. اگه دیدید که دوناتاتون کامل یک دست نشد میتونید یک بار دیگه روشو شکلات بریزید و بذارید توی یخچال تا خودشو بگیره. و آخر هم با شکلات تلخ براشون چشم و پوزه و دهن میذاریم. اینم از دوناتای جذاب و خوشگل ما. یادت نره این پست رو لایکش کنی و برای دوستاتم بفرست.